سرازیر شدن سیلاب در کاپیسا و پنجشیر، 1 تن جان باخت و 10 جریب کشتزار ویران شد. عطاالله نعمت ولسوال نجراب کاپیسا میگوید که پس از چاشت روز یکشنبه 22 سرطان در چندین روستای این ولسوالی سیلاب سرازیر شده و افزون بر زیانهای مالی 1 کشته نیز بر جا گذاشته است. و گفته نعمت، دختری به نام شفیقه که 22 سال سن داشت در روستای ویشار ولسوالی نجراب در اثر سرازیر شدن سیلاب جان باخته است. در همین حال به دنبال بارندگی‌های شدید در ولسوالی رخای پنجشیر نیز سیلاب سرازیر شده که در نتیجه آن چندین خانه رهایشی ویران شده و به کشاورزان نیز زیان رسیده است. محب الله جاهد، رئیس مبارزه با حوادث پنجشیر، میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی رخه 3 خانه رهایشی به گونه کامل و 7 خانه نیز به گونه قسمی ویران شده است. و گفته جاهد، در نتیجه این سیلاب ها 2 دکان، 1 مکتب، 10 جریب زمین کشاورزی، 6 کانال آبیاری و 2 شبکه برق آبی نیز تخریب شده است.